سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. امروز میخوام نظر نمک رو بهتون بگم. از زمانهای قدیم نظر نمک خیلی قوی بود. هر کس نظر نمک انجام میده حاجت روا میشه. تو پیجم بارها با نظر نمک دوستان حاجت روا شدن. کافی از ته دل و با خلوص نیت نظر نمک انجام بدی. واقعا حاجت میده، حاجت روایی داره. یک بار انجام بده انشاءالله که حاجت روا میشی. الانم که شهادت خانم فاطمه زهرا نزدیکه و دهه فاطمیه نزدیکه، کافیه نظر نمک انجام بدی. انجام بده و حاجت بگیر. 5 بسته نمک بگیر، رو هر کدوم 1 بار آیات الکرسی، 3 بارم صلوات بخون. بذار تو خونتون بمونه تا روز شهادت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. بعد که روز شهادت شد، یه دونه از نمک ها رو نگه دار تو خونت، باهاش غذا بپز، باهاش نظری بده بیرون. اگه نتونستی نظری بدی باهاش غذا بپز، خودت بخور، بچه هات بخورن. اون 4 تا نمک و دیگر رو پخش کن بین همسایه ها، یا بده مادرت، خواهرت، ببر بده مسجد، ببر بده نونوایی. خلاصه این 4 تا نمک رو ببر پخش کن. انشاءالله که خانم فاطمه زهرا دستتون میگیره، حاجت رواتون میکنه، حاجت دلتون میگیری. از زمانهای قدیم نظر نمک بود دوستان گلم. انشاءالله که شما هم با نظر نمک حاجت روا بشین، حاجت دلتون رو بگیرین. هر حاجتی داری، گرفتاری، مشکل داری، بچه نداری، بچت بیکاره، شوهرت بیکاره، لوازم گرفتی تو خونه به فروش نمیره، واقعا این نظر نمک معجزه میکنه. کافیه 1 بار امتحان کنی، دیگه ول نمی کنی، همیشه نظر نمک میکنی. نظر نمک انجام بدی و حاجت نگیری، محال حاجت نگیری. اگر عاشق فاطمه زهرا هستی، کافیه نظر و نمک رو حتما انجام بدی و نتیجه عالیشو ببینی. من هر سال نظر نمک رو انجام میدم و روز شهادت خانم فاطمه زهرا میبرم پخش میکنم. یکیشو نگه میدارم، باهاش غذا درست میکنم، میدم بچه هام بخورم، خودم میخورم. برای سلامتی خیلی خوبه، برای اینکه سالم باشیم، دلمون خوش باشه. از نظر نمک خانم فاطمه زهرا غافل نشو، حتما انجام بده، انشاءالله که حاجت روا میشی. اگر میخوای با من همراهی، چنل یوتیوب رو فالو کن.